بچه‌ها چطوری؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با هم تغییرات جدید FC25 رو ببینیم. بریم که ویدیو رو داشته باشیم. خیلی بازیکنان ناراحت بودن که چرا؟ ولی FC تونست این خیلی جدیدی رو به ما نشون بده. یا همون EA تونست این نسل جدیدی یا سری بازی‌های فیفا یا همون FC خودمون نشون بده. مثلا چه چیزی؟ مثلا اومدن اسکیل ها، دریبلای خفن‌تر یا حتی کشته‌های خفن‌تر و حتی پاور شات هم خیلی جزئیات بیشتری داشت و اینا تغییر زیادی نداشت، ولی گرافیک خیلی بهتر شده بود. مثلا تو کنترلرهای PS5 که با اون توجه به اون دیتیلایی که روی PS5 کار شده شما میتونستین هم روی PS5 حالا ایکس باکسشو نمیدونم روی PS5 شما مثلا یه لگدی مثلا موقعی که تگ میرفتین دستی یه لگد خیلی خاصی وارد میکرد، یا مثلا موقعی که بازیکن خسته میشد به آنالوگ دویدن یا همون L2 فکر کنم با L1 میدویدیم، L1 رو به سختی ذره سفت‌تر میشد دویدنش. این دیتیلایی که تونست به تو FC24 معرفی کنه. ولی مثلا ما که کنسولای نسلش با کنسولای نسلش پلی میدیم خیلی برنامه سخت که همچین دیتیلایی بیاد. حالا بگذاریم میرسیم به اون بخش جدیدی، اون بخشای تغییر یافته FC25. چه هم میتونم از جمله گفتن رفتن ولتا رو بگم و اومدن راش رو بگم و اومدن FCIQ و تغییر گیم پلی بازیه. گیم پلی هم تاثیر خیلی زیادی داشته جوری که EA اعلام کرده، ولی نگفته چه تغییرایی داشته. حالا تا چیزایی که تغییر داشته رو من توی این ویدیو سعی می‌کنم بگم، چون تا جایی که این اطلاعاتو EA گفته به ما من اینجا آماده کردم و قراره بهتون بگم. حالا این راش چیه؟ آقا شما راشو میتونین با زمین کوچیکتری از زمین خود ولتا زمین بزرگتری از ولتا دارین و زمینی نسبتاً کوچیکتری از زمین فوتبال دارین که توی اینا 5 تا بازیکن میان و شما 5 تا بازیکن بازی میکنین که معمولا یه دونش گلر و 4 تا هر جایی که تاکتیکو بچینین 4 تا هستش بازیکن هست. که حالا من الان بهتون میگم چه دیتیلایی داره و چرا EA یا همون طرفدارای FC میگن که قراره این راش قانونی خاص خودش داشته باشه. مثلا شما توی ولتا اگه خطا میکردین فقط خطا میگرفتن، کارت چیزی به شما نمیدادن، ولی اینجا همچین خبرایی نیست. اینجا شما میتونین کارت آبی بگیرین، یعنی کارت آبی میگیرین و بازیکنتون حداقلش 1 دقیقه از بازی میره بیرون. حالا هر چقدر بماند که روی این دیتیلای راشم قراره خیلی کار کنن. و بریم سراغ گیم پلی. FCIQ چه چیز جالبی که به بازی FC25 معرفی شد. آقا این FCIQ چیه؟ این FCIQ به شما چه قابلیت‌ها رو میده؟ آقا مثلا FCIQ میاد به شما تاکتیک معرفی میکنه یا تیمتون رو یه جورایی میگه چی کارو کنین چی کارو نکنین. با پیشنهادی خوشه، یعنی شما مجبور نیستین این کارا رو کنین، ولی پیشنهادی که اون میده میتونین چیز پیاده کنین. یا مثلا اول بازی که هممون گیم پلن میچینیم و FCIQ خیلی کارو ساده تر میکنه و جوری که میخوایم ما میتونیم اون چینش زمین رو درست کنیم. که حالا با خطای عمدی و این هم اضافه شده، خطای عمدی پیراهن بازیکن رو بکشی بیفته زمین و خطای عمدی اینو میگیم که برای موقع دقیقه 90 هم خیلی خوبه دیگه، کارت قرمز نمیگیره و نهایتش کارت زرد داره. حالا که بماند بعضی وقتا هم اخطار میده بهتون که یه ذره نامرد. حالا میریم درباره کریر مود، یکی از جذابترین و پرطرفدارترین و نازترین قابلیت‌های فیفا یا همون مودای فیفا که EA گفته که ما امسال روی این بخش خیلی کار داریم. این بخش تغییر جدیدی که داشته خیلی بیش از حد. شما میتونین بازی رو شخصی سازی کنین. منظورم این شخصی سازی چیه؟ منظورم اینه که شما میتونین خیلی بیش از اندازه روی هوش مصنوعی تیم حریفتون کار کنین.
یعنی دیگه میتونین با استوپای تیم حریفتون رو رستگاری کنین، شوت ارورای تیم حریفتون رو رستگاری کنین، یه عالمه چیزای دیگه که اینا یه ذره نامردیه. و یه دونه از چیزای دیگه هم هست، اینه که میتونید جو گیم پلی بازی رو تغییر بدید. از این جو گیم پلی منظورم چیه؟ شما میتونید انتخاب کنید که بارون یه افکت تصویری فقط برای من باشه یا واقعا یه گیم پلی هم روی سر شدن چمن هم تاثیر داشته باشه. و حالا میرسیم به بخش جدید دیگه از کریر مود که یه ذره خبرهای تقریبا بدی. حالا کریر مود روحیه‌ی بازیکن‌ها خیلی اومده روشون کار کرده. ممکنه که بازیکنتون بازی بزنه زیر دلش و کل بقیه بازی رو خوب بازی نکنه. ما تو FC24 هم همچین قابلیتی داشتیم، ولی روحیه بازیکن سریع برمیگشت. ولی توی FC25 از این خبرا نیست. بازیکنتون تا آخر بازی عملکرد بدی داره. دیگه باید این کارایی بکنم که زیاد بلد نیستم اوناشو. و حالا میرسیم یکی از شیرین ترین بخشای جدید FC25، اومدن کارت‌های واقعی که شما میتونید توی کریر مود استفاده کنید و حتی بازیکن‌های قدیمی هم هست مثل رونالدینیو، دیوید بکام و اومدن کارت زلاتان ابراهیموویچ و سوارز و اسطوره‌ای که نبودن مثل مارادونا که پارسال خانواده‌اش دوباره نتونستن با به توافق برسن و مارادونا توی FC24 حذف شد، ولی توی FC25 دوباره قراره حضور داشته باشه. البته چیزایی که فناش میگن و هر شایعه‌ای شاید درست کنن یا شاید هم شایعه درست نباشه. حالا یه سری فرضیه‌ها هستن که اینا رو داریم ما به شما میگیم. حالا بخش جدیدی که توی التیمیت تیم اضافه شده چیه؟ شما توی التیمیت تیم یه بخش جدیدی دارین که اسمش الان اینجا میذارم. بذار اسمش سخت نمیتونم خوب تلفظش کنم. توی این بخش شما کارت‌های تکراری که میده و غیر قابل فروشن رو میتونید بذارین توی این بخش که گیم پلن روی اینا تو تاثیر نذاره و وقتی که نیازشون داشتین بیاین روی این گیم پلن برشون دارین و بذارین توی چینش خودتون. و حالا یه بخش FC25 دیگه چیه توی التیمیت تیم؟ این دفعه شما نیازی حتما با بردن به جاهای بالا برسی، به جام بردن برسی. شما این دفعه با امتیاز میریم بالا. به ازای هر برد 3 امتیاز و به ازای هر مساوی 2 امتیاز و احتمالاً برای هر باخت 1 امتیاز منفی شما شاید داشته باشید. ولی که قابلیت‌های بد FC25 اینه که شما قراره ایونت های خیلی پولی داشته باشین. یعنی که چی؟ یعنی که شما میتونستین بتل پس و سالهای قبل حالا با دستا چیز خیلی خوب مواجه باشین، ولی خب بازم اون بتل پس که براش پول میدادین بهتر بود، ولی اون بتل پس معمولی هم خوب بود. ولی الان دیگه اون بتل پس معمولی خوب نیست، بده. اون بتل پس پولیه که براتون الان کار را میندازه دیگه. مثلا تیمای بد میده و نمیدونم بازیکنای بد میده و اینا دیگه موداش هم دیگه همینا بود که منتشر شده بود از EA که تو تریلرش تونستین مورد بررسی قرارش بدین، کارش کنیم. حالا هر چقدر که مورد بررسی نبود از سایت های خود EA هم زحمت کشیدن، سایت های ایرانی که ما ازشون تحقیق کردیم که حالا توی امسال UCL و فیفا UCL 25 نسخه بتاش اومده و نمیدونم میتونیم رقیبی توی نسخه اصلیش برای FC25 باشه که فکر نکنم. اینجور بازی که جدید میان آزمون خطاهای زیادی دارن که خیلی پس بازا منتظرش بودن، چون گیم پلی نسخه بتا شدیداً شباهت داره به پس و فیفا هم امسال یا سال بعد بازی خودشون منتشر کنه که اونم میتونه رقیبای جدیدی برای UCL بشه. خلاصه که این فوتبال هم خیلی ساله که طرفدارشو خوشحال نکرده و چیز جدیدی به بازی اضافه نکرده، ولی خب هنوزم داره ایونت های جذابی تو بازی میاره و توی ساخت تیم رویای خودتون هنوز میتونین بازیکن خوبی بردارین، هنوز هم گیم پلی جذابی داره. بعد البته توی موبایل FC خیلی شکست میخوره. چرا؟ چون واقعا گیم پلی ای فوتبال خیلی جذاب تر از FC موبایله.
آره درسته ایونت های FC خیلی بیشتر از این فوتباله، ولی گیم پلی فوتبال بیشتره. حالا امسال EA تنها نیست و رقابای خودش رو میتونه داشته باشه. البته که دو سه سال همون FC اون سر میمونه و اینا کم کم رتبهشون میاد پایین و اینا کم کم به FC میرسن. حالا این فوتبال تا پس حتی فیفا بهتر بود و یهو افت داشت و یهو همون گندی که با هم دیدیم شد تا حدودی که مردم حاضرن پس 2017 رو بازی کنن ولی این فوتبال رو بازی نکنن. خیلی ممنون که این ویدیو رو با من دیدین. UCL 5 هم قطعا میذارم براتون بررسیشو. خیلی ممنون که با من همراه بودین. خدا نگهدار.